تا حالا از خودتون سوال کردید که مرز بین کشورهای جهان چطوری به وجود اومده؟ اصلا میدونستید که در گذشته‌های نه چندان دور چیزی که ما امروز بهش میگیم مرز وجود خارجی نداشت؟ یا اینکه اولین مرز جهان کجا ایجاد شد؟ این مرزبندی کشورها دقیقاً از چه زمانی و چطوری شکل گرفت؟ امروز مرزها محدوده هر کشوری رو مشخص میکنه. توی این ویدیو میخوایم به طور اساسی بررسی کنیم که این مرزبندی ها از چه زمانی و برای چی شکل گرفتن و در گذشته که این مرزبندی ها وجود نداشت چه اتفاقاتی رخ میداد. و تا انتهای ویدیو با من باشید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. همونطور که میدونید مرزها خط جدا کننده کشورها، قاره‌ها و حتی اقیانوس‌ها هستند. مرزهای بین کشورها در طول تاریخ تغییرات زیادی کردند. قبل از ایجاد مرزهای کنونی، مرزها بر اساس امپراتوری‌ها بود و به نسبت قدرت تقسیم بندی می‌شد. این محدوده‌ها ثابت نبودند و با هر جنگ و شورش و اقتداری تغییر می‌کردند. برای مثال در زمان هخامنشیان، محدوده پادشاهی ایران شامل 20 ایالت می‌شد که از شرق تا غرب ادامه داشت. هر کدوم از این ایالت‌ها بر اساس زمین‌های قابل کشت و منابعی که در دسترسشون بود، محدوده ذهنی و فرضی خودشون رو داشتن و در ابعاد بزرگتر همین مسئله مربوط به امپراتوری‌ها هم میشد. در دوران هخامنشیان، مصر، فلسطین، سوریه، فینیقیه، لیبی، قفقاز، بابل، ماد، پارس و حتی باختر و بلخ و رود سن همگی جزئی از ایران بودند و زیر نظر یک حکومت مرکزی یعنی هخامنشیان قرار داشتند. توی این دوران مرزها چطوری تغییر میکرد؟ مثلا در زمان حمله اسکندر و پایان حکومت هخامنشی، محدوده وسیع هخامنشیان دچار تغییرات عظیمی شد. کل این سرزمین ها تو فاصله چند سال تبدیل به 3 امپراتوری مختلف با مرزبندی های متفاوت شد. مرزها در قرن 17 میلادی شکل گرفتند. اولین کشورهایی که برای خودشون مرز ایجاد کردن هم کشورهای اروپایی بودند. ولی در این دوران بیشتر این مرز و محدوده ها مربوط به مسائل مذهبی و جدایی پروتستان ها و کاتولیک ها بود. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها و امپراتوری های بزرگ به کشورهای کوچکتری تقسیم شدند. مثلا تا قبل از سال 1924 کشورهایی مثل عراق، سوریه، اردن، فلسطین، کویت، مصر، مراکش و کشورهای آسیای میانه همگی بخشی از امپراتوری بزرگ عثمانی بودند. یا شوروی که کشوری بسیار پهناور بود، بعد از جداسازی مرزها به 15 تا کشور مختلف تبدیل شد. در واقع اولین مرزبندی ها در اروپای بعد از جنگ جهانی اول رخ داد که برای جلوگیری از گسترش حکومت‌ها و توسعه طلبی‌های استعمارگران بود. واسه اینکه این مرزبندی که امروز دارید می‌بینید شکل بگیره، جنگ‌ها و درگیری‌های بسیار زیادی رخ داد و کشورهای مختلفی با هم وارد جنگ شدند. یکی از شخصیت‌های بسیار مهم تاریخ که نقش بسیار زیادی توی این مرزبندی‌ها داشت، چرچیل بود. اون حتی توی یکی از سخنرانی‌هاش مرز اردن رو رسم کرد و اون رو از کشورهای اطرافش جدا کرد. امروزه بغیر از مرزهای زمینی، مرزهای هوایی و دریایی هم اهمیت بسیار زیادی پیدا کردند. و اما یک نکته بسیار جالب که کمتر بهش پرداخته شده و اشاره شده اینه که اولین مرز جهان رو میشه دیوار چین دونست که در دوران باستان به طول 21,000 کیلومتر دور چین کشیده شد تا اونها رو در برابر حملات اقوام همسایه محافظت کنه. به صورت کلی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم با تمام تلفات و تمام کشتارها و ناراحتی‌هایی که داشت، یک سری نکات مثبت رو هم در دنیا ایجاد کرد. مثلا یکی از اونها تشکیل سازمان ملل بود، یا یکیش همین مرزبندی بین کشورها بود برای اینکه این حملات و این درگیری‌ها و جنگ‌ها دوباره اتفاق نیفته و حاکم‌ها، امپراتورها و امپراتوری‌ها هوس کشورگشایی نکنند
یا اصلا همین جنگ جهانی دوم هم سر کشورگشایی هیتلر اتفاق افتاد. بعد از معاهده صلح ورسای که آلمان تحت تاثیر تحریم‌های بسیار شدید و ناعادلانه بود، هیتلر در ابتدا شروع کرد به پس گرفتن بعضی از سرزمین‌هایی که قبل از جنگ جهانی اول متعلق به آلمان بود. و همین کشورگشایی‌های کوچیک در غرب، در شرق هم امپراتوری ژاپن با چین درگیر شد و یک سری کشورگشایی‌ها داشت. و حتی تو کشور خودمون هم ما در دوران قاجار با عهدنامه ترکمنچای یه سری از مرزهای کشورمون رو از دست دادیم و همه اینها باعث شد که امروزه چیزی شکل بگیره به اسم مرزبندی بین کشورها که با تمام خوبی‌هایی که داره قطعاً یک سری بدی‌ها هم داره. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون این مرزبندی‌ها خوب بود یا باعث شد ارتباط اقوام و قومیت‌ها با هم قطع بشه؟ اصلا به نظرتون اگر یک روزی کل جهان متحد بشه و هیچ مرزی وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ این میتونه یک رویداد و رخداد خوب باشه و یا یک رویداد و رخداد منفی و بد. حتما توی کامنت ها نظرتون رو بگید. ممنون که تا اینجا همراه بودید. لایک و کامنت شما باعث میشه ویدیو به افراد دیگه هم پیشنهاد بشه. اگر سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید شما اولین نفری خواهید بود که از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید.